چالش 10 روز 10 تا مدل مختلف. روز دوم. برای دیدن این مدل پارت قبلی رو نگاه کنیم. اینجا با هم دیگه مدل انتخاب کردیم. مدل برش میزنیم، مدلمون رو جاشو فیکس میکنیم روی مقوامون، مدل کامل میچسبونیم، رنگ بدنی که میخوایم بزنیم رو انتخاب میکنیم. من کویلو رو انتخاب کردم. برای رنگامیزی موهاش هم توی پارت قبلی کامل توضیح دادم که چه شکلی انجام میدیم. تمام مراحل آموزش موش رو توی پارت قبلی گذاشتم. از بین پارچه‌های دوریختنی پارچه‌مو انتخاب کردم. تصویر رو ببینید. اول لایه زیری لباس رو زدم که بدونم کجا تا کجاست، مدلش چه شکلیه. لایه لایه میکنیم پارچه رو، به هم دیگه میچسبونیم مثل تصویر که میبینید. توی ویدیو بهتون آموزش دادم که چطوری این شکلی درش بیارید. لباس رو برش دادیم، چسبوندیم. برای پایینش چینش یا حالت پایین پارچه رو انتخاب کردم. اینجا رنگ کیف و کفش رو انتخاب کردم. با هم دیگه بریم کفشش رو بکشیم. با خودکار سفید روی کیف و کفشش سگک یا مروارید گذاشتیم. اینم خروجی کارمون.